سلام، وقت شما بخیر. با آرزوی سلامتی و صحتمندی شما. من طارق مجیدی هستم، شما بیننده آریا میدیا هستین. آرزو دارم که تا پایان این ویدیو ما را همراهی کنین و اگر سوال داشتین در بخش کامنت سوالاتتون رو به ما بپرسین. امیدوار هستیم که ویدیو رو با دوستانتون هم شریک بسازین. چینل رو وقتی که سابسکرایب کردین دکمه زنگوله کم فشار بدین تا از ویدیوهای تازه زودتر خبر شوید. امروز پای صحبت به یک جوان نشستیم که حدوداً 8-9 سال میشه که در اتریش است و سرگذشت خود با ما و شما شریک می‌سازه. سرگذشتی که فراز و نشیب زیاد داشته، نشیبایش بیشتر بوده از فرازش، ولی خوشبختانه دیگه نمیگم، بیاین از خودش میشه. خب در کنار رفیق بشردوست است. بشردوست نام اصلیش بشردوست نیست، چون قلب خیر مهربان داره و پر از احساس و صمیمیت است. کسایی که میشناسنش با این لقب مسما ساختنش و شاید از سومین چهارمین روزی که در اتریش بودیم با این بشر دوست آشنا هستم و خاطرات فوتبالی و ورزشی و دوشی زیاد با هم داریم. خوش آمدی و همیشه خودت به زبان خود برای کسایی که این لحظه آریا میدیا رو میبینه در مورد خود بگویید. خب سلام عرض می‌کنم خدمت تمام بینندگان چینل آریا میدیا. امیدوارم که در هر جایی که باشن خوش و خوشحال باشن و روز هفته دوچار مشکلاتی میسازه که حتی دور از تصورتان است. خوب است وقتی که شما درخواست پناهندگی میخواین در یک کشور بتین، اول خدای روز نیاره که شما برین در کشور درخواست پناهندگی بتین، ولی وقتی که درخواست پناهندگی در یک کشور میتین باید خیلی دقت کنین با جزئیات قانونهای بین المللی پناهندگی. بعدش هم آمدیم در یک کم شیشتیم، زندگی رو نرمال شروع کردیم و بعد 6 ماه بود برای من اینترویو آمد. رفتم سر اینترویو در ششتم اونا پرسان کردن که از کجا هستی و چرا اینجا آمده، مشکل چیه. من مشکل خدا گفتم برایشان، گفتم زمانی که کوچی ها در مرکز بسیار بودم یک مشکلات هایی بود.
خب قاضی آیا باور کرد یا باور نکرد، اونا فکر میکنن که افغانا همش میاد درو. خب تصمیم اونا بود. با سیستم باز بعد 2 ماه برای ما منفی روان کردن. منفی یعنی درخواست پناهندگی شما رد میشه یا شما حق اعتراض دارین که پرونده پناهندگی شما یک بار دیگه بررسی شود از طرف محکمه بالاتر، ولی منفی یعنی بر دفعه اول درخواست پناهندگی رد. بعدش برای من منفی آمد. خب منفی خیلی یک چیز ناامید کننده که زندگی تا واقعا از این طرف دو طرف میکنه. بعدش هم ایران مونده بودم که چیکار کنم. خب کسی رو نمیشناختیم، زبانم بلد نبودیم. بالاخره رفتیم در یکی از دفترهایی که برای مهاجرین کمک میکرد. رفتیم اونجا دوباره درخواست دادیم که چیزی که اونا تصمیم گرفتن اینا غلطه. چیشتیم. خب اونا برای اونا فرستادن شکایت ما را. بعد 2 ماه بود که برای ما در آخرای 2012 برای ما یک نگاتیو دوم آمد که با این منفی دوم این مانا رو تو باید کشور ترک کنی. خب من ترک نکردم دیگه. دوستان کلا از آیم رفتن بیرون، اینا رو فرستادن به جای دیگه. تنها موندم. از 150 نفر که در آیم زندگی میکردیم تنها موندم. ما باور نداشتم که خب اینا رفتن، ما بانم فرداش پلیس پشت ما بیایم مرا بگیره ببره سنتر. دلم خیلی افتاد. اصلا خیلی جگرخون شدم. دوستایی که 1 سال با ایشان غذا خوردیم، میشیشتیم، میخندیدیم. از کنار رفت خودشان در ملک